صبح بر وقت 19 نوامبر که عین اوج کار کوچروبان و پاکیزه‌کاران در کوچه و خیابان‌های شهر خود جمع بود، کارمندان شرکت مخابراتی زد موبایل با قهوه گرم و بسته‌های کمک‌های غذایی به زیارت آنها آمدند. دفتر مطبوعات شهردار خود جمع گفت صبح 19 نوامبر از جانب مسئولان و کارمندان زد موبایل بخشیده به روز پرچم ملی جمهوری تاجیکستان به زیاده از 100 نفر روبنده پاکیزه‌کاران شهر کمک‌های غذایی تقدیم کرده شد. همزمان به روبنده پاکیزه‌کاران برای خوراک سحری قهوه گرم با نان و سیر و حسیب و برای فعالیت روزمرهشان نیز دستپوشک‌ها تقدیم کرده شد. بنا به اطلاع این منبع، بسته کمک‌های زد موبایل از مواد نیاز اولیه از جمله آرد، شکر، روغن، برنج، مکرون، چای خشک و محصولات دیگر عبارت بود. نمایندگان زد موبایل ضمن تقدیم این کمک‌ها با کوچروبان و پاکیزه‌کاران سرریاست آبادانی شهر خود جمع گفتند که تازگی و خرمی شهر از زحمت آنها خیلی وابسته است. به خصوص در زمان پنجشنبه بیماری‌های سرایتی ما باید در جاده آبادانی و تازگی مسئولیت بیشتر را حس نماییم. گفته می شود در اطلاعیه روبندگان و پاکیزه‌کاران برای این کمک برایشان غیر چشم داشت اظهار سپاس کردند.